سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. این اولین ویدیوی کانال و سری مشرق زمینه. حالا سری مشرق زمین چیه؟ یه مجموعه است که می‌خوایم اول یه سری از مفاهیم مثل تمدن رو با هم دیگه یاد بگیریم و بعد از دوران ماقبل تاریخ شروع به بررسی کنیم. منبع این سری ویدیو کتاب تاریخ تمدنه و دلیل انتخاب این اسم هم جلد اول همین مجموعه کتاب است. این کتاب خیلی پرجزئیاته و یه جای خسته کننده نمیشه، برای همین قسمتایی رو مجبور شدم حذف کنم. قبل از اینکه بریم سراغ فصل اول، یه بیوگرافی خلاصه اون جایی که به درد اون میخوره رو از ویل دورانت، نویسنده کتاب براتون میگم. فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسنده ویلیام جیمز دورانت یا به اختصار ویل دورانت 5 نوامبر 1885 در شهر نورس آدامز، ایالت ماساچوست متولد شد. در سال 1913 وارد دانشگاه کلمبیا شد و زیر نظر وودبریج و جان دیوی در فلسفه آموزش دید. در سال 1917 دکتراش رو گرفت و یک سال به تدریس فلسفه در همون دانشگاه مشغول شد. با موفقیت کتاب تاریخ فلسفه کار تدریس رو رها کرد و در سال 1927 متقاعد شد تا تمام عمر خودش رو وقف نوشتن کتاب تاریخ تمدن کنه. مهمترین اثرش هم که یه مجموعه 11 جلدیه که با همکاری همسرش آریل دورانت که در واقع اسمش چای یا کافن بوده نوشته. همین کتاب تاریخ تمدنه که قرار با هم بخونیم. بعد از چاپ جلد اول این مجموعه، یعنی همین مشرق زمین گاهواری تمدن، سفرهای دور دنیاش با آریل شروع میشه که تقریبا 50 سال طول کشید و در نهایت در سال 1975 نوشتن تمامی کتابش و سفرهاش به پایان رسید. او برای نوشتن هر فصل از کتاب به گوشه‌ای از دنیا سفر میکرد. سرانجام همسرش در 25 اکتبر 1981 و خودش هم در 7 نوامبر 1981 درگذشت. از دیگر آثاریشون میشه به تاریخ فلسفه اشاره کرد. فصل اول، تمدن. شروع این فصل یه مقداری پیچیده است، ولی هر چقدر که بریم جلوتر فهمیدنش راحت‌تر میشه. به طور کلی تمدن عبارت است از نظمی اجتماعی که به خاطر وجود اون خلاقیت فرهنگی ممکن میشه. تمدن 4 رکن و عنصر اساسی داره که شامل پیشبینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان سیاسی، سن اخلاقی و کوشش در راه معرفت و بسط هنر میشه. ظهور تمدن زمانی ممکن میشه که هرج و مرج و ناامنی به پایان رسیده باشه، چون فقط زمانی که ترس از بین رفته باشه کنجکاوی و نیاز به اختراع کردن در انسان به کار میفته. یکی از عواملی که تمدن تحت تاثیر اون قرار میگیره شرایط جغرافیاییه. برای مثال حرارت مناطق استوایی و وجود تعداد زیادی از انگل‌ها در این مناطق از دشمنان سرسخت تمدن به شمار میره، چون افرادی که در این مکانها زندگی میکنن دست از پرداختن به امور غیر ضروری و غیر مفید برمیدارن و هدف اصلی خودشون رو برطرف کردن نیازهای اصلیشون، یعنی گرسنگی و غریزه تولید مثل، برای ادامه حیات میذارن. بارون از ضروریات تمدنه، چون آب حتی بیشتر از نور آفتاب در پیدایش زندگی و پیشرفت اون تاثیر داره. اگه در زمینی مواد کافی و محصولات غذایی فراوان باشه، اگه رودخانه‌ها باعث راحت‌تر شدن حمل و نقل بشن، اگه بریدگی سواحل به اندازه‌ای باشه که کشتی‌های بازرگانی به راحتی بتونن لنگر بندازن، و بالاخره اگه ملتی مثل ملت‌های آتن، کارتاژ، فلورانس و ونیز در معبر خطوط بزرگ مواصلات جهانی قرار گرفته باشن، در این صورت میشه گفت عامل جغرافیایی که به تنهایی نمیتونه سازنده تمدن باشه به چنین سرزمینی لبخند میزنه و ملتی که در اون زندگی میکنه آزادانه به پیش میره و ترقی میکنه. ممکنه در یک اجتماع ایلی و قبیله‌ای مثل بدویان عربستان به طور استثنایی افراد نیرومند و باهوشی پیدا بشه که دارای مزایای اخلاقی از قبیل شجاعت، نجابت و کرم باشن، ولی هر وقت تو این اجتماع خمیرمایه که نخستین فرهنگ و تمدن که تأمین خوراکی وجود نداشته باشه، همچنان تمام هوشا باید به مصرف موفقیت در شکار برسه و هرگز از این حد تجاوز نمی‌کنه. اولین قدم در راه تمدن کشاورزیه و فقط زمانی که انسان در سرزمینی به قصد کشاورزی در اون و ذخیره کردن غذا برای روز مواد خودش مستقر بشه و آینده خودش رو تامین کنه، احتیاج به متمدن شدن رو احساس میکنه. زمانی که در پناه چنین امنیتی از بابت آب و خوراک قرار گرفت، به فکر ساختن کلبه و معبد و مدرسه میفته. اون موقع ممکنه وسایلی اختراع کنه که نیروی اون رو افزایش بده، یا سگ و خوک رو اهلی کنه و بالاخره به فکر اهلی کردن خود و تسلط بر نفس بیفته و راهش رو پیدا کنه که با نظم و آهنگی کاراشو انجام بده و مدت بیشتری روی زمین زندگی کنه.
بعد تو فرصت اینو به دست بیاره تا میراث فرهنگی و اخلاقی نژاد خودش رو برای نسل‌های آینده به جا بذاره. خب تا اینجا فهمیدیم که اولین قدم در راه تمدن کشاورزیه، ولی این کتاب به ما میگه که در قدم‌های بعدی تمدنی که انسان رو به فکر ایجاد شهر میندازه و در توصیف شهر به ما میگه که در شهری که مردم با عدالت و برابری یا با بی‌عدالتی و ظلم و حیله حاصل هوشمندی کشاورزان رو میخرن و به شهر میارن. در همین شهری که روح اختراع وسایل آسایش زندگی، تجمل، خوشگذرانی و راحت طلبی رو فراهم میکنه. بازرگانان در شهر به هم میرسن و کالای مادی و فکری خودشون رو با هم مبادله میکنن. در محل برخورد راههای بازرگانی و در شهرهاست که عقل مردم بارور میشه و نیروی خلاق اون ظاهر میشه و بالاخره در شهری که دسته‌ای از مردم از غم تولید اشیای مادی شکایت میکنن و به فکر ایجاد علم و فلسفه و ادبیات و هنر میافتن. یکی از عواملی که در ایجاد تمدن تأثیری نداره نژاده. میخواد در پکن باشه یا در دهلی، منفیس یا بابل، راونا یا لندن، نژاد تمدن رو نمیسازه، بلکه تمدنی که ملت‌های مختلف رو خلق میکنه. فرد انگلیسی تمدن انگلستان رو ایجاد نمیکنه، بلکه از تمدن انگلستانی که فرد انگلیسی ساخته میشه. زمانی که این فرد انگلیسی نقطه دوری مثل تومبوکتو که امیدوارم درست خونده باشم میره، تمدن رو همراه خودش میبره و در اونجا هم لباس شب نشینی و شام خوردن مخصوص رو میپوشه و این نشون دهنده اینه که حتی در این نقطه دور افتاده هم نمیتونه از زیر تسلط اون تمدن خارج بشه. این شرایط زیستی یا مادی که با هم بررسی کردیم برای پیدایش تمدن ضرورت داره، ولی شروط کافی برای تولد اون به شمار نمیره. لازم به اون عوامل دقیق روانی اضافه بشه و همچنین لازم نظمی سیاسی حتی ضعیف و نزدیک به هرج و مرج مثل چیزی که در روم و فلورانس در دوره رنسانس بود برقرار بشه و عوامل دیگه‌ای که وجود داره که حتی گاهی نبود یکی از اونها ممکنه سبب انقراض تمدن بشه. فصل دوم، عوامل اقتصادی تمدن. بیشتر ماها در شبانه روز 3 نوبت غذا می‌خوریم که این خودش نشونه سازمان اجتماعی پیشرفته‌ای. حالا چرا جلوتر متوجه میشین. وحشی‌ها یا از پرخوری گرفتار بیماری میشن یا کلاً روزه میگیرن. وحشی ترین قبایل هندیش مردگان آمریکایی که امیدوارم درست بخونم نگه داشتن غذای امروز و برای فردا باعث بی‌آبرویی و بی‌ذوقی میدونن. بومیان استرالیایی هیچ وقت نمیتونستن کاری رو که سریع چیزی گیرشون نیاد رو انجام بدن. در این کوتاه نظری مردم وحشی و بسیاری از طریق‌های زندگی اونا یه حکمتی نهفته است. به محض اینکه یک بومی به فکر فردای خودش بیفته، از بهشت خوشبختی ها به دامان غم و غصه صعود میکنه. در همین موقع است که حرص شدت پیدا میکنه و سرمایه‌داری آغاز میشه و آسایش خاطر و راحتی انسان اولیه که در بیخیالی به سر میبرد نابود میشه. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. اگه با این ویدیو حال کردین و خوشتون اومد ممنون میشم دکمه لایک و ساب ویدیو رو بزنید. و یه چیزی هم بگم، اینکه ویدیوهای سری مشرق زمین هر پنجشنبه و جمعه هر هفته یه پارتش میاد و بین هفته هم سعی میکنم 1 یا 2 تا ویدیو بذارم که حداقل یکیش در مورد مفاهیمی باشه که داخل همین ویدیوهای مشرق زمین نامفهوم بوده و اونا رو بیام توضیح بدم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.